سلام عزیزای دل، امیدوارم حالتون خوب باشه. من چند روز پیش ویدیو گذاشتم واسه صدای ماشین وال. این که صدایی میده صدای وحشتناکی میاد. ویدیو خوب در نیامده بود، پس تنها بودم. حالا میخوام براتون دوباره این بار ویدیو رو بگیرم که چجوری صدای ماشین وال و چه کلکی بهش بزنیم که صداش کم بشه. پیچا رو وا میکنیم، دوتا پیچ تهش رو وا میکنیم، نشونه رو در میاریم. من خودم قبلا بریدم یه تیکه حالت یا دستمال کاغذی یا نوار چسب. من خودم این حوله‌ای یه بار مصرف بود، یه زمانی استفاده میشه درمانه دارم. میذاری اینجا جلوی این چیز، معلومه این سفیده گذاشتم اینجا. این تیغه رو میذاری اینجا، بعد تیغه رو میبندی. با این کار صدای ماشین اصلا لال میشه دیگه. خیلی همون اذیت کرد، منو که خیلی اذیت میکرد تو مدتی که کار میکردم. تا فهمیدم چه کار کنم خیلی اذیت شدم. یکی دو بارم بردم واسه تعمیر، گفتم باید این گیره توش که اون اهرامی که توشه که این تیغه رو میگیره باید عوض کنی. حالا میزونش هم کنم عوض کنی که صدا اون کم بشه، راه دیگه نده. من خودم اومدم این روش رو اجرا کردم به روش، خیلی قشنگ جواب داد. صداش هم خیلی کم شد. این اصلا کلا انگار ماشین روشنه. الان روشن کنم متوجه میشی. در روحانم بزنم روش که نرم بشه. صدا چی بود؟ الان چی شد؟ نگاه کنید. واقعا صداش خیلی کم میشه. حالا یه سری هم براتون یه آموزش میذارم واسه باز کردن این در روش، چون باز کردن در روش هم یه قلقی داره که خودم من خیلی اذیت شدم تا باز کردن توش یاد بگیرم که از توی ما خواستم تمیز کنم یه کاری کنم و انجام بدم. ممنونم از لطفتون. خداحافظ شما تا سری بعد.